نوشتی رضای پهلوی بچه مولوی. من نمیدونم این چشه. اطلاعی ندارم. آقای محترم ادبیات ایران ارزش داره. بابا چه ربطی به ادبیات ایران داره؟ زن خداوکیلی پن تو مغزشه. بابا به ادبیات ایران ربطی نداره. چی میزنید خداوکیلی؟ جرق. بله چرا ادبیات ایران رو زیر سوال میبرید؟ آقای محترم کجاش ایران داره؟ کجا کی گفته رضا پهلوی بچه مولویه؟ کی گفته نیستش؟ کی گفته؟ کی میگه؟ شما میگی نیستش؟ نه من میگم نیستش که به ادبیات ایران نباید توهین بشه. 400,000 سال تاریخ داره ادبیات ایران. 400,000 سال. این دیگه رد داده مغزش. این دیگه رد داده مغزم. کجا؟ همون جایی که بودی. هستم. ای معنی حرفو نمیفهمی. خود خری. اتا یکی بیشتر میفهمم. کجا چه نباید بنویسی. بچه مولوی مگه نیستش؟ بچه مولوی کی گفته؟ من میگم تو خیابون بیا مولوی به دنیا اومده، بچه همونجا هم هست. خیلی خب پس خب پس این چیه؟ ادبیات چیه؟ و ادبیات چه فرقی میکنه؟ آخه ادبیات چیه؟ تو نمیخوای بفهمی، خب نمیفهمی. اونی که نمیفهمه تویی. خب آره من نمیفهمم، تو که میفهمی چرا همچین غلطی میکنی؟ پیرمرد قانع شد گفت باشه من نمیفهمم. غلطو میکنی. برو متی که گفت برو گم شو. برو گم شو. برو. تو بی شخصیتی که اومدی همه ایرادی. تو خودت سر تا پای ایرادی. هیچ هم ایراد نیستیم. تو ایرادی. فهمیدی؟ تو سر تا پای ایرادی. تو خدا حق با بلند پیرمرد. میگیرم اینم بشنمه. این شما بگیرش. این شما تو بی ایرادی. توی امثال تو هم. آخر آقا ادبیات ایران حق ندادید. این بچه مولویه. آره من میگم برو گم شو. الاغی مثل تو تو الان میگه. گم شدی بسته. الاغی مثل تو میگه بچه مولویه. مولوی بزرگترین شاعر ایرانه. کر خر چرا نمیفهمی؟ وای آجی دو تا دسته دیگه شم چرا نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی؟ مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده، گو میخوری فش میدی. هر چی خبر مرگ شنیدید بندازید دور. الو محمد جان سلام، خوبی؟ محمد بیا که بابا دالش خیلی خرابه. هیچی گرما زده شد بودیم ساعتخانه. خیلی خوب رسون. آلبوم خانوادگی رو از زیر تخت پیدا میکنی، همون لحظه عکسای 16 سالگی دایی تو آلبوم. خدا دایی محمد نوشته پدرم برای اینکه مچمو بگیره داره از 100% مغزش استفاده میکنه، ولی اون خیلی خطرناکه. حالا من اونو کار ندارم، ولی اینو رونالدو تو شلوغی مترو تجیب چوری جورجی رو خیلی خطرناکی. خیلی پولیسی. بله بله. میگه وقتی با پسر دایید بحثت شده و میخوای به همه‌اش فوش بدی ولی میفهمی گل به خودیه. حالا نمیشه دیگه دایی، نمیشه. حالا نکنی. شب دارکی شد. میگه وقتی دفاع شخصی کار میکنی ولی قیمت دیه دستته. شما پسر یه بار بیشتر برات توضیح نمیدم. حساب کن داری تو خیابون راه میری یهویی برخلاف میل باطنی یه درگیری ناخواسته به وجود میاد. نگاه میکنی میبینی حریفت گنده تر از خودته، وزنش هم 2 برابر توه. نباید بترسی، با اعتماد به نفس کاردتو بالا بگیری، پای راستشو هدف میگیری، توی فرصت مناسب میپری پاشو میگیری با صدای بلند میگی گو خوردم غلط کردم. واقعا راست میگه دیگه، واقعا راست میگه. عجیبه، شهر عجیبیه. وقتی به دنیای میای میبینی دکتر داره انگلیسی صحبت میکنه. من پرده بی پرده بیله بی بیله و نفته بی نفته اونی که بلد جنگ می جنگه رفیق شیر است. ولی واقعا چه حسیه. وقتی بعد سالا سینگلی یه دختر بهت پا میده.
والا ما کسی بهمون پا نمیده، همه بهمون دست میده. بذارید کنار. یه روز عادی تو ایران با هم ببینیم. حالا فقط خودش از سلوات داره. از زمانی که توی لاشی مویی توی زندگی من خاطر میشرفی از ماربرا رسیدم به بهمندور. پس آقا رضا درت بزا، آقا رضا درت بزا. بچه فامیل میاد میگه گوشیت رو بده. واکنش من. حالا ببینیم واکنش مارکوس چیه. اسکل داشاخ باشه تاگ زشت کتل اسکل کتوله به نخوره. خیلی داشاق بارش کردی. رابرت شبیه داشاقه. مامانم وقتی میبینه غذا اضافه اومده و دیگه لازم نیست فردا نهار درست کنه. واقعا همینه. عروسیه. بدون احساس برقصی. توش عروسیه. نوشته که حضرت سلیمان تو صحراهای کالیفرنیا. واکنش حضرت سلیمان. سر شما مادر جنده جلوترم. بچه حضرت سلیمان اینو نمیده. این کسکش داشته باش. حاجی زده گم شده مجدگانی 3 میلیون تومان. خب چی گم شده؟ ببخشینا. گم شده مجدگان 3 میلیون. خب کسکش ما الان دنبال چی بگردیم؟ وما تقول انا ادور عليه من على حظي على 30 مليون عوزي. تكتب شنو؟ شما دنبال چی هستی؟ مامانم چرا ریاضی رو افتادی؟ طوری که معلم ریاضیمون درس رو توضیح میده. حالا همه خوشتی به جا نیده بودم. به خدا وکیلی ایکس انتگرال کوسینوس ولمون بکن به قرآن. نه به شدت نجس. بگیری معلم ریاضی رو مادرتو گاییدم. معلم ریاضی تو یه دختر مغول اشتباهی رفیقمو فالو کرده. استوریای رفیقم فرداشت. این رفیق کیاست؟ رفیق من هست. تو سرت بکنن مرکی خبر. اما اصلا به تو چه؟ دوستتون دارم شدید، به مدت مدید، شایدم جدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی.